الرحیم جلسه ششم از درس مبانی نانوتکنولوژی. اگر خاطرتون باشه توی جلسه قبل راجع به تکنیک های فابریکیشن یا سنتز نانوذرات صحبت کردیم و گفتیم که بر این اساس ما دو راهکار یا اپروچ داریم برای ساخت و فابریکیشن نانوذرات. یکی از راهکارهای بالا به پایین بود، یعنی ما یک ماده حجیم داشته باشیم و اون رو تحت یک فشار یا نیروی خارجی قرار بدیم و تبدیلش بکنیم به نانوساختارها. تعریف نانوساختار رو هم گفتیم ساختاری که مجموعه ای از اتم ها باشه، مثل یک قند که من خوردش میکنم و تبدیل میشه به ذرات ریزتر خاک قند یا پودر قند. توی روش‌های بالا به پایین اگر خاطرتون باشه ما تکنیک‌های بالمیل، آسیاب مکانیکی و فوتولیتوگرافی رو معرفی کردیم و راجع بهش توضیحاتی رو دادیم. توی این جلسه ما می‌خوایم راجع به باتم آپ اپروچ ها صحبت بکنیم. پس الان توی این جلسه میخوایم راجع به اپروچ های باتم آپ یا پایین به بالا صحبت بکنیم. تکنیک های پایین به بالا تکنیک هایی هستن که ما از اتم ها و مولکول ها شروع میکنیم، اونها رو میذاریم کنار هم، میچسبونیم به هم دیگه، اسمبلشون میکنیم تا نانوساختارها رو به دست بیاریم. مثال بارزش طلا بود. گفتم اگر یک قطعه طلا رو در اختیار شما قرار بدن، قطعاً مشخصه که شما طلا رو نمیتونید با آسیاب مکانیکی خوردش بکنید و تبدیلش بکنید به ذرات ریزتر، چون طلا یک فلزه و ساختار چکشخواری داره. پس بنابراین توی آسیاب مکانیکی خورد نمیشه و تبدیل به اجزای ریزتر خودش نمیشه. پس ما برای یک سری از عناصری که میخوایم اونها رو ازشون نانوساختار بسازیم نیاز داریم که یک راهکار دیگری داشته باشیم که اون میشه تکنیک باتم آپ یا پایین به بالا، راهکار پایین به بالا. قبل از اینکه کامل راجع به تکنیک های باتم آپ صحبت بکنیم، شما نیاز دارید که یه مقدار اطلاعاتتون رو دوره بکنید راجع به نیروها و پیوندهای بین مولکولی. این مبحث پیوندهای بین مولکولی و پیوندهای بین اتمی و نیروهایی که بین اتم‌ها وجود دارن، مثل پیوندها یا نیروهای واندروالز، نیروهای الکتروستاتیک و نیروهایی که بین اتمی هستن یا بین مولکولی هستن، این مبحث رو شما قبلا توی بحثای شیمیتون ممکنه خونده باشین. من فقط در حد اینکه یک مروری بکنیم بر دانسته های شما به اینها یه سری اشاره میکنم. نیروها و اینتراکشن هایی که بین اتم ها وجود دارن و کمک میکنن به اسمبل شدن اتم ها و اتصال اتم ها به یکدیگه دو دسته هستن. یه دستشون پیوندهای کوالانسی هستن، یه دستشون پیوندهای غیر کوالانسی یا نان کوالنت باندینگ ها هستن. پیوندهای کوالان پیوندهایی هستن که قوی هستن، پس انرژی لازم برای شکستن، انرژی زیادی لازمه برای شکستن پیوند کوالان، مثل پیوند کربن که تقریبا 90 کیلوکالری پر مول انرژی این پیونده و برای تشکیل این پیوند 90 کیلوکالری پر مول انرژی لازمه، برای شکستنش هم همینطور. حالا اینکه میگیم میدونید که توی شکست پیوند انرژی آزاد میشه، توی تشکیل پیوند انرژی مصرف میشه. پس دسته اول پیوندهای کوالانسیمون هستن. پیوندهای کوالانسی چرا قوی‌اند؟ به خاطر اینکه الکترون بین اتم ها به اشتراک گذاشته می شود. یعنی الان توی این تصویر رو نگاه بکنید، هر دوی اتم ها
هر دوی اتم ها یه الکترونی دارن که این الکترون رو میگذارن وسط و این الکترون به اشتراک گذاشته میشه. وقتی داریم صحبت میکنیم راجع به اشتراک گذاشتن الکترون ها، در حقیقت منظورمون اینه که هر کدوم از این الکترون ها به دو هسته متعلقن، پس هر دو هسته نسبت به اینها کشش دارن. بنابراین چون اینها تحت تأثیر دو هسته هستن، پیوند قوی و با انرژی زیادی بینشون تشکیل میشه. خب پس دسته اول پیوندهای کوالنسی که پیوندهای قوی هستن و توی اونها الکترون به اشتراک گذاشته میشه. دسته دوم پیوندهایی هستن که غیر کوالنن. این پیوندها عموماً به نسبت پیوندهای کوالنسی خیلی ضعیف‌ترن. از جمله این پیوندهای واندروالس رو میتونیم مثال بزنیم که تقریباً بسته به اتم ها تقریباً 1/10 کیلوکالری پر اتم یا پر مول اینها نیاز به انرژی دارن که خب 1/10 کجا و 90 کیلوکالری کجا. پیوندهای هیدروژنی رو داریم که تقریباً 1 کیلوکالری پر مول انرژی نیاز دارن. پیوندهای یونی یا که اونها پیوندهای یونی پیوندهایی هستن که تقریباً 3 کیلوکالری پر مول نیاز به انرژی دارن اگر حلالشون آب باشه. و اینتراکشن های هیدروفوبیک رو داریم که اینها هم باز اینتراکشن هایی هستن که از نظر قدرت ضعیفتر از پیوندهای کوالنسی هستن. خب اینها مجموعه پیوندهایی هستن که میتونن بین اتم ها تشکیل بشن. حالا ما از این پیوندها استفاده میکنیم برای اینکه اتم های مختلف رو کنار هم قرارشون بدیم و از اونها نانو ساختار رو بسازیم. پیوندهای واندروالس پیوندهایی هستن که توی اونها فاصله بین دو اتم اهمیت داره، یعنی میزان قدرت اون پیوندها بر اساس فاصله بین اتم هاست. اتم هایی هم که هرچی که این اتم ها به هم نزدیک تر بشن، یعنی فاصله پیوندشون کمتر بشه، انرژیشون قوی تر میشه، همدیگر رو بیشتر جذب میکنن تا یک فاصله. بعد از اون هرچی که فاصله شون نزدیک تر بشه دافعه بینشون شکل میگیره و اینها از هم جدا میشن. پیوندایی که عملاً این وسط الکترونی به اشتراک گذاشته نمیشه و بر اساس مثبت و منفی بودن و بر اساس میزان قطبیت اتم ها جذب اتمی اتفاق میفته. پس یکی از اتم های ما مثبته، یکی از اتم های ما منفیه، یا یک قطبیتی ایجاد شده، یکی از اتم های مقدار مثبت شده، یکی از اتم های مقدار منفی شده و بعد اینها بر اساس اون جاذبه بارهای ناهمنام به همدیگه نزدیک میشن و همدیگر رو جذب میکنن. همونطور که گفتم میزان انرژی که توی این پیوندها وجود داره و ذخیره میشه متناسب با فاصله هستش که دو اتم نسبت به هم دیگه دارن و فاصله اینجا مهمتره. خب هرچی که نزدیکتر هم بشن از یک فاصله به بعد اینها دافعه بینشون اتفاق میفته. پیوندهای واندروالس و پیوندهای لاندن که خب لاندن ها هم جز یک دسته از این پیوندها هستن یا پیوندهای نیروهای پراکندگی یا دو قطبی دایپول مومان هایی که راجبش صحبت میکنیم. این 3 پیوند پس پیوند هایی هستن که ضعیفن، پیوند هایی هستن که بر اساس ایجاد قطبیت در اتم ها ایجاد میشه، یعنی یکی از اتم هامون میشه مثبت، یکی از اتم هامون میشه منفی و اینها بر اساس جاذبه بارهای ناهمنام به هم دیگه جذب میشن. پیوند هایی هستن که ضعیفن ولی نقش مهمی رو ایفا میکنن توی تشکیل نانوساختارها.
که ما میخوایم از این پیوندها به عنوان یک چسب بین اتم ها استفاده کنیم، به هم بچسبونیمشون تا بتونیم یک نانو ساختاری رو ایجاد بکنیم. پس پیوندهای وان در والز، نیروهای پراکندگی لاندن و دایپول مومان ها که میشه نیروهای پراکندگی دو قطبی و وان در والز ها میشن اونهایی که بر اساس قطبی شدن اتم ها ایجاد میشن، پیوندهای ضعیفی که نقش مهمی توی تشکیل نانو ساختارها دارن. خب دسته بعدی از این پیوندهای غیر کوولانی که راجع بهشون صحبت کردیم پیوندهای هیدروژنی هستن. شما پیوندهای هیدروژنی رو عمدتاً توی آب شنیدید. مولکول‌های آب H2O بین اکسیژن یک مولکول آب و هیدروژن‌های مولکول آب دیگر یک پیوندی ایجاد میشه به نام پیوند هیدروژنی. خب پس در حقیقت پیوند هیدروژنی زمانی ایجاد میشه که ما یک اتم هیدروژنی رو داشته باشیم که این اتم هیدروژن ما H2O رو در نظر بگیرید، اتم هیدروژن ما متصل شده به یک اتمی مثل اکسیژن، نیتروژن و فلور. پس اتم هیدروژن ما توی یک مولکولی متصل به یک اتمی مثل فلور، نیتروژن، اکسیژن. مشخصه فلور، نیتروژن، اکسیژن چیه؟ اینها اتم‌های الکترونگاتیو هستن، یعنی اتم‌هایی هستن که تمایل دارن الکترون رو به سمت خودشون بکشن. خب حالا وقتی که اتم هیدروژن ما متصل به فلور، نیتروژن، اکسیژنه، اینها چون الکترونگاتیون ابر الکترونی هیدروژن رو به سمت خودشون میکشن. پس تصور کنید اکسیژن، نیتروژن و فلور یک مقدار بار جزئی منفی پیدا میکنن و هیدروژن چون الکترونش رو داره میده به اون اتم ها یه مقدار بار جزئی مثبت پیدا میکنه. خب پس هیدروژن ما بار جزئی مثبت پیدا کرده. حالا این هیدروژن ما توی همون فضا یک مولکول دیگری وجود داره که این اکسیژن و نیتروژن و فلور رو آزاد داره. مثلا توی مولکول آب H2O اکسیژن بار جزئی منفی پیدا کرده، 2 هیدروژن بار جزئی مثبت. حالا این هیدروژن هایی که بار جزئی مثبت پیدا کردن وقتی قرار میگیرن در کنار مولکول های آب دیگر، یه اکسیژنی توی یک مولکول آب دیگری وجود داره، یک اکسیژنی داره که بار جزئی منفی پیدا کرده، یک هیدروژن هم از این طرف بار جزئی مثبت، این 2 در کنار هم قرار میگیرن، یک اتم با بار جزئی مثبت، یک اتم با بار جزئی منفی، یک 2 قطبی که در مجاورت و همسایگی هم قرار دارن. پس اینها پیوند هیدروژنی تشکیل میدن. بچه‌ها پیوند هیدروژنی پیوندیه که توی طبیعت اهمیت خیلی زیادی داره. چرا؟ چون ما میگیم مثلا 70% بدن انسان از آب تشکیل شده و خیلی از پیوندهایی که توی بدن ما تشکیل میشن و خیلی از میانکنش‌هایی که توی بدن ما دارن انجام میشن توی یک محیط آبی دارن انجام میشن و توی این محیط آب بین مولکول‌های آب پیوند هیدروژنی وجود داره. توی ساختار DNA، تو ساختار پروتئین‌های ما هم پیوند هیدروژنی به فراوانی دیده میشه. یادمون باشه پیوند هیدروژنی یه پیوند بین مولکولی. خب بچه‌ها برای اینکه یکم واضح تر بیاد توی ذهنتون من یک تصویر رو براتون اضافه کردم. توی پیونده وان در والز یا پیوندهای پراکندگی، نیروهای پراکندگی لاندن یا دو قطبی ها
به هر دلیلی یک قطبیتی توی اون اتممون ایجاد میشه یا توی مولکولمون یک قطبیتی ایجاد میشه، بخشی از اون اتم یا مولکول ما بار مثبت پیدا میکنه، بخشی از اون بار منفی پیدا میکنه و بعد چون همه اتم ها توی اون لحظه این حالت رو پیدا میکنن، یک جاذبه بین بارهای ناهمنام اتفاق میفته که پس این جاذبه باعث میشه که یک اینتراکشن واندرواالز بین این دوتا ایجاد بشه که خب این پیوندی که چون لحظه‌ای هم داره اتفاق میفته یک پیوند ضعیفیه و بر اساس فاصله هسته اتم ها قدرت این پیوند ایجاد میشه که اون پتانسیل لنارد جونز رو احتمالاً باهاش آشنا هستید که خب هرچی که فاصله بیشتر میشه این پیوند افزایش پیدا میکنه، انرژی پیوند افزایش پیدا میکنه تا یک جای مشخص و بعد از اون هرچی که این فاصله بین هسته اتم ها بیشتر بشه دافع اتفاق میفته. توی پیوندهای هیدروژنی رو هم باز مفصل براتون توضیح دادم، یک شکلی براتون اضافه کردم که بر اساس اون اینجا بین دوتا مولکول آب رو در نظر بگیرید. اتم اکسیژن اتم الکترونگاتیو تری هست به نسبت هیدروژن، پس ابر الکترونی هیدروژن رو به سمت خودش میکشه و بار جزئی منفی پیدا میکنه. از اون طرف توی مولکول بعدی هم داره همین اتفاق میفته. حالا بین این دوتا مولکول، بین اکسیژنی که بار جزئی منفی پیدا کرده و هیدروژنی که بار جزئی مثبت پیدا کرده، یه پیوندی تشکیل میشه که این پیوند هیدروژنیه که خب پیونده به نسبت قویه و توی طبیعت اهمیت خیلی زیادی داره، چون اتفاقاتی که توی طبیعت میفته اغلب مولکول آب درگیرش هست. باید حتما این هیدروژنه به یک اتم الکترونگاتیوی مثل فلور، نیتروژن و اکسیژن متصل باشه. نکته اینجاست که ما توی طبیعت، توی بدنمون و توی اون واکنش ها و اینتراکشن هایی که توی بدن موجودات زنده اتفاق میفته ما عملا فلور رو نداریم. بنابراین عمدتاً پیوندهای هیدروژنی در شرایطی توی طبیعت اتفاق میفته که نیتروژن و اکسیژن درگیر هستن توی پروتئین ها، توی دی ان ای، توی بدن ما، توی اینتراکشن هایی که اتفاق میفته. حالا از همین پیوند هیدروژنی ما استفاده میکنیم برای ساخت یک سری از نانوذراتمون که حالا بعداً بیشتر راجبش صحبت میکنیم. پیوند بعدی که ما داریم آیونیک باندینگ ها هستن یا پیوندهای یونی. پیوندهای یونی حالا با شکل اگر بخوام بهتون نشون بدم، توی پیوندهای یونی یک اتم الکترون میدهد و یک اتم الکترون میگیرد، یعنی یک اتممون به عنوان دهنده الکترون و یک اتممون به عنوان گیرنده الکترون عمل میکنه. خب قاعدتا اون اتمی که الکترون میده بار مثبت پیدا میکنه، اون اتمی که الکترون میگیره بار منفی پیدا میکنه و قرار گرفتن یک اتم، یک یونی که بار مثبت داره، یک یونی که بار منفی داره در کنار هم، باعث تشکیل پیوند یونی میشه. دقیقاً عین NaCl یا نمک طعام، سدیم کلرید که یک Na کنار یک کلر قرار میگیره، Na الکترون میده و مثبت میشه، Cl الکترون میگیره و منفی میشه، تبدیل میشه به یک یون منفی، یک یون با بار منفی و Na تبدیل میشه به یک یون با بار مثبت. یک یون با بار مثبت در کنار یک یون با بار منفی قرار میگیره و پیوند یونی ایجاد میشه. خب اینتراکشن بعدی که راجبش باید صحبت بکنیم و از نیروهای مهمیه که توی تشکیل نانو ساختارها مورد استفاده قرار میگیره، اینتراکشن های هیدروفوبیک هست. میدونید که فوبیک یا فوبیا یعنی ترس، یعنی گریز، هیدرو هم که یعنی آب، پس این اینتراکشن های آب گریز هستن. مثال بارزش وقتی که شما یک قطره روغن رو بریزید روی آب، قطره روغن وقتی روی آب ریخته بشه، یک مقداری روغن رو بریزیم روی آب، دراپلت ها یا قطرات روغن تشکیل میشن. چرا؟ چون ساختار روغن ساختار آب گریزیه، ساختارهای غیر قطبی که نمیخوان توی آب حل بشن و بنابراین قطرات روغن در کنار هم قرار میگیرن و یه سری قطرات یا دراپلت هایی رو ایجاد میکنن که ما با چشم میبینیم. اینتراکشن های هیدروفوبیک
عموماً در سطحی که اون ترکیب هیدروفوبمون ایجاد میشه با آب، یعنی اون سطح مشترکی که بین اون ترکیب هیدروفوبمون و آب هست ایجاد میشه. بارزترین و شاخصترین ترکیبی که شما میشناسید و ساختاری که از طریق میانکنش‌های هیدروفوبیک ایجاد میشه، ساختارهای قشاهای سلولهای ما هستند. قشاهای سلولی جانوری که ساختارهایی هستن که یک بخششون آب دوسته، یک بخششون آب گریزه. بخش آب گریزشون وقتی در کنار آب قرار میگیره تمایل داره به هم دیگه بچسبه و بعد بخش آب دوستشون بیاد در سطح آب قرار بگیره. پس این میانکنش های هیدروفوب در حقیقت دارند اجزای اصلی سازنده بدن موجودات زنده رو تشکیل میدن. حالا اتفاقی که میفته دقیقاً، حالا اون چیزی که من بخوام به صورت شماتیک بهتون نشون بدم این ساختاره. ما ترکیبمون اگر یک بخش هیدروفوب داشته باشه و یک بخش هیدروفیل داشته باشه، یعنی یک بخش آب دوست یک بخش آب گریز داشته باشه، اگر در معرض آب قرار بگیره و محیط بیرونی ما آب باشه، اون قسمت های آب دوستش میان توی سطح قرار میگیرن، قسمت‌های آب گریزش میرن داخل قرار میگیرن، یعنی از آب دور میشن و یک ساختاری رو برای ما ایجاد میکنن، دقیقاً مثل فولدینگ یا تا خوردن پروتئین های ما، یا مثل همون تشکیل قشاهای سلول های جانوری که اون فسفولیپید هایی که درگیر در ساخت قشاها میشن یک بخش آب دوست پیدا میکنن، یک بخش آب گریز و بعد اینها میان یک لایه و یک شبکه‌ای رو ایجاد میکنن طبق این میانکنش های هیدروفوب یا آب گریز. خب پس صحبتی که کردیم این که ما میخوایم راهکارهای پایین به بالا رو توضیح بدیم. ساختارهای پایین به بالا، راهکارهای پایین به بالا از دست راهکارهایی هستن که ما برای ساخت نانو ساختارها ازشون استفاده میکنیم. اتم ها میان کنار هم قرار میگیرن. حالا اینکه این اتم ها چجوری کنار هم قرار میگیرن و اساس یه سری پیوند ها در کنار هم قرار میگرفتن که اومدیم این پیوند ها رو یه دوره‌ای کردیم. قبلا شما اینها رو خونده بودیم، پیوند های کوولانسی و پیوند های غیر کوولانسی. پیوندهای کوولانسی وقتی که اتم ها در کنار هم قرار می گرفتن و الکترون به اشتراک می گذاشتن، پیوندهای بسیار قوی بودن. پیوندهای غیر کوولان پیوندهایی که ضعیفتر از پیوندهای کوولان هستن. پیوندها یا اینتراکشن های واندروالس که به صورت لحظه‌ای دو قطبی ایجاد میشد، قطبیت ایجاد میشد بین اتم ها و اتم ها بر اساس جاذبه بارهای ناهمنام به هم دیگه نزدیک میشدن و بینشون پیوند تشکیل میشد. پیوندهای هیدروژنی که فقط در صورتی داشتیم که اتم هیدروژن به اتم های الکترونگاتیوی مثل نیتروژن، اکسیژن یا فلور وصل بشه. باز هم پیوندهای هیدروژنی پیوندهای بین مولکولی بودن که خب بیشتر در رابطه با آب و جاهایی که ما آب رو داریم اینها حائز اهمیت می شدن. پیوندهای یونی پیوندهایی که در اونها اتم ها الکترون میدادن، یک اتم الکترون میدادن، یک اتم الکترون میگرفت و تبدیل می شدن به یونهای با بار مثبت و یونهای با بار منفی مثل NaCl و خب یک پیوندی بین یون با بار مثبت و بار منفی ایجاد می شد و بعد اینتراکشن های هیدروفوبیک یا آبگریز که بر اساس اینکه درون ساختارمون ترکیبی وجود داشت که این ترکیب مثل روغن، مثل اسیدهای چرب یک ساختار آبگریز و غیر قطبی داشته باشه که این ساختار آبگریز و وقتی که در محیط آبی قرار میگیره تمایل داره که جمع بشه و از اون محیط آبی دور بشه که مثالش همون قشاهای فسفولیپیدی و ساختارهای پروتئینی بودن. خب همونطوری که راهکارهای بالا به پایین ما روش‌های مختلفی رو زیر مجموعه راهکارهای بالا به پایین داشتیم و مثالش فوتولیتوگرافی و آسیاب مکانیکی و سایش بود، اینجا هم توی راهکارهای پایین به بالا ما انواع روش‌های سنتز رو داریم. شاید بهتون بگم بیش از 100 نوع روش سنتز داریم زیر مجموعه راهکارهای پایین به بالا. یه
عالم اسامی مختلف داریم و روش‌های مختلف که هر کدومشون دارن از یک طریقی اتم‌ها رو کنار هم قرار میدن. اون چیزی که توی همه این روش‌ها مشترکه و شما باید بدونید اینه که شما توی همه این روش‌ها نیاز به یک منبع دارید که اون منبع اتم‌های مورد نظر شما برای ساخت نانوساختارتون رو فراهم بکنه. مثلا شما میخواید نانوذره طلا بسازید، یک سورس یا منبعی نیاز دارید که اتم‌های طلا رو در اختیارتون قرار بده. میخواید بیاید و نانوذرات مغناطیسی بسازید، آهن بسازید، یک منبعی نیاز دارید که اتم‌های آهن رو در اختیارتون قرار بده. پس اول احتیاج دارید به یک منبعی که اتم‌ها رو در اختیارتون قرار بده، دوم به یک نیرویی که این اتم‌ها رو بتونه از اون منبع شما جدا بکنه و بعد بیاد به هم دیگه طبق اون میان کنش هایی که با هم دیگه خوندیم به هم دیگه بچسبونه.